السلام علیکم. به برنامه اسلام چی میگوید خوش آمدید. آیا می دانید نظر قرآن کریم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای شناخت و معیار مؤمن و کافر چیست؟ خدای متعال در آیه 93 سوره مبارکه نساء می فرماید و هر کس مؤمن را با قصد و ناحق بکشد پس جزای او جهنم است، در حالی که در آن جاودانه می ماند و خداوند به او غضب و لعنت می کند و برای او عذاب بزرگ آماده کرده است. بنابراین از نظر قرآن کریم با قصد و ناحق کشتن مؤمن نه تنها جایز نیست بلکه بدبختی ابدی دارد. اما راه شناخت ایمان افراد از نظر قرآن کریم چیست؟ بعد از جنگ خیبر رسول خدا صلی الله علیه و آله اسامه بن زید را با جمع برای دعوت به محله های یهود اطراف فدک فرستاد. یکی از یهودیان نزدیکان و اموال خود را در پشت کوه مخفی کرد و به سوی اسامه بن زید آمد، در حالی که بر زبان می گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ولی اسامه با این حال او را کشت. وقتی برگشتند و ماجرا را به رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله گفتند، پیامبر خیلی ناراحت شدند و به اسامه گفتند تو کسی را کشتی که به یگانگی خدای متعال و رسالت من شهادت داد. اسامه گفت ای رسول خدا، او از ترس جانش این شهادت را بر زبان جاری کرد. رسول خدا فرمودند آیا تو قلب او را پاره کردی تا این را بفهمی؟ خدای متعال در آیه 94 سوره مبارکه نساء می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه در راه خدا برای جهاد قدم برداشتید پس تحقیق کنید و به کسی که پیش شما می آید و اسلام را بر زبان جاری می کند نگویید که تو مؤمن نیستی تا به این بهانه به مال دنیا و غنیمت برسید، زیرا غنیمت های بسیار نزد خداوند است و شما خودتان نیز در گذشته این گونه بودید و خداوند بر شما منت نهاد تا ایمان در جانتان نفوذ کرد. پس تحقیق کنید و زود دست به سلاح نبرید که خداوند همیشه به آنچه انجام می دهید به خوبی آگاه است. از آیت قرآن کریم و سخن رسول خدا می فهمیم که جان، مال و ناموس کسی که شهادت بر یگانگی خدا و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله را بر زبان می آورد محترم است و تکفیر او جایز نیست. در مسند امام شافعی و احمد ابن حنبل ماجرای جالب در این زمینه از رسول خدا نقل شده است که در برنامه بعد برای شما بیان خواهیم کرد. تا برنامه بعد و توفیق دوباره همه شما را به خدای مهربان می سپاریم.